این ترانه بخشیده می شود به زندگی تلخ و دوری از فرزندی یک جوان. قسمی دوم. اما هنوز به این نرسیده با مصلحت مادرش موحد کبری سال 2020 برای جداشوی به سود عریضه داد و با همین سود ما را از هم جدا کرد. الکی طولی 4 سال می شود که زندگی 7 ساله من با 3 فرزندم پاش خورده و پراکنده است. من هر ماه طریق بانک حق فرزندانم را پرداخت می کنم و حتی به نام پسر خوردیم زمین هم خریدم تو در آینده عذاب نکشم گفته. ولی تو هنوزم حیرانم که چرا و برای چی خواست جدا شود. من کجای زندگی اشتباه کردم که چنین شد؟ الکی طولی 4 سال می شود که من فرزندانی که بیشتر از جانم دوستشان می داشتم را ندیدم. بعدی جدا شوی او دیگر بینام و نشان شد. هرچند بارها و بارها نزدیکانش را پرسیدم ولی کسی به من سراغ نداد تا آنها را پیدا کنم و جگربندانم را حداقل یک بار ببینم. من میدانم که این ترانه را او در کدام گوشه‌ای که نباشد میشنود. خواستم طریق این ترانه به او برسانم که من برایتان زمین گرفتم و حتی خانه هم ساختم. می توانید که رفته آنجا زندگی کنید. من نمی خواهم فرزندانم پیش پای دیگران و در بدر و در عذاب باشند. شکست زندگی از یک طرف، دوری از فرزندانم از یک طرف، فکر این که من چی اشتباه کردم از طرف دیگر شب و روز درونی مرا می سوزاند. باور کن آسان نیست. یک باره از هیچ جگربندی خود برای همیشه دور شدن. نمیدانم الان چی میکنند. نمیدانم به آنها در بابت من چی میگوید. شاید فردا که بزرگ شدن مرا گناهکار کنند. شاید دیگر اصلا نخواهند که مرا ببینند. ولی میخواهم بگویم من اینجا گناهکار نیستم. من اصلا نمیخواستم که زندگیم ویران شود. نمیخواستم که همه شما در بدر شوید. من به خاطر شما به غریبی رفتم. من در زندگی هرچی که کردم به خاطر شما بود. من هیچ چیز نداشتم بجز شما. چرا چنین شد؟ هنوزم خودم حیرانم. خیلی سخت است به عکس‌های آنها نگریستن و پزمان خنده‌های زیبایشان شدن، ولی آنها را نداشتن. من هم مثل دیگر پدران میخواستم فرزندانم در پیش چشمم بزرگ شوند، در بهترین شرایط، در تکیه و شانه و زیر سایه خودم، با مهر و محبت خودم. من هر روز در خودم 100 بار میمیرم. با وجود یک مرد بودنم این زندگی با این امتحانش قامتم را شکست. من پزمون جگربندانم شدم. چرا آنها را از من گرفت؟ چی میخواست؟ میخواست من درد بکشم؟ برای چی آخر؟ در هر سختیش در برش بودم. من حتی جان خود را در خطر گذاشتم و جان او را خریدم. من همیشه آماده بودم که کنارش باشم. پس از چی کم بود؟ از مهر او را که داشت، از محبت او را هم که داشت، از شرایط آخر برای شرایطش به این ملک غریبی آمدم. پس چی با او نمی رسید؟ آخر چرا مرا از مهری پدری و فرزندانم را از محبتی پدری محروم کرد؟ تو فردا پیش خدا چی میگویی؟ وقتی که آنها بزرگ شوند و سؤالت بدهند چی جواب میدهی؟ من هم حق داشتم که همچون پدر آنها را ببینم و از بویشان سیر شوم. آخر وجودم میسوزد.
ҳар вақте ки пеши чашмонам меоянд. ӯ дониста ин корро кард. медонист ки ман онҳоро бештар аз худам дӯст медорам. 4 сол аст бӯю рӯяшон надидаву садояшонро нашнидаам. бедараку пай рафт. куҷо намедонам. эҳ зиндагӣ! хостам шунаванда ба ман тасаллият бидиҳад. ба ман тавсия бидиҳад ки дар ин ҳолу шароит чӣ кунам ман? ин ҷо оё ман гунаҳкорам? ман хеле талош кардам то ҳамааш хуб бошад. ба ҷуз зиндагиву онҳо дар сари ман фикри дигаре набуд. вале садафсӯз ки на ҳар зан метавонистааст ки зан бошад. худованд нигаҳбони азизонам бошад. ӯ пораи қалбамро аз ман гирифт ки ҳар рӯз ба хотирашон дард мекашам. ҳамеша дуо мекунам то худованд ҳеҷ падареро аз фарзанд ин гуна зинда ҷудо накунад. илоҳи омин. поёни қисса.